نیست. اگر بیگانه بر ما حکمران نیست، چرا باید زبان ما بمیرد، زبان تازیان رونق بگیرد؟ چرا مردان دانا و خردمند به تازی حرفشان را می نویسند؟ چرا حرکت که شعری می سراید در آن بیگانگان را می ستاید؟ ابوالقاسم زبانت را نگه دار، کند کار تو را این حرف ها زار. مسلمان هستی و اهل نمازی، پتی میگویی از اسلام و تازی؟ مگر هر کس مسلمان بود تازی است؟ مگر تازی شدن هم سرفرازی است؟ زبان تازی آزاری ندارد، خلیفه با زبان کاری ندارد. چه ربطی بین ایران و زبان است؟ زبان حقوق تو که مردمان است. وطنخواهی ابوالقاسم زبان نیست، زبان آزادی ایرانیان نیست. تو در تازی خودت استاد هستی ولی ایرانی و آزاد هستی. برادر جان برو در بند خود باش، فکر خالو فرزند خود باش. نمیدانی که اصلا حرف من چیست، نمیفهمی که معنای وطن چیست. وطن تنها همین آب و زمین نیست، وطن خواهی فقط ایمان دین نیست. وطن وقتی به خود معنا بگیرد که در آن ملتی معوا بگیرد. وطن جسم است و ملت نصف جان است، وطن زنده به تاریخ و زبان است. اگر روزی زبان گردد فراموش، بمیرد جسم جان گردد فراموش. رود تاریخ ما از یاد مردم، فرو ریزد همه بنیاد مردم. بله، اما چه باید کرد اکنون؟ تو میدانی دوای درد اکنون؟ برادر جان دوای درد اینجاست، دوای درد در تاریخ پیداست. تو میترسی که ایرانی نماند اگر تاریخ ایران را نداند؟ بله، ایران ما پاینده گردد اگر تاریخ از نو زنده گردد. ولی این کار چندان نیست آسان، زمان میخواهد و رنج فراوان. از آن ترسم که آید مرد ناگاه، بگیرد جان من در نیمه راه. دقیقی هم همین را آرزو داشت، ولی مرگش رسید از راه و نگذاشت. چه حرفی میزنی؟ مردن کدام است؟ مگر پیری؟ مگر عمرت تمام است؟ جوان، این حرفها از تو بعید است. بنای زندگانی بر امید است. قدم در راه کار خویش بگذار، خدا یار تو خواهد بود در کار. بگیرم شادمان در دست خامه، بپردازم به کار شاهنامه. زبان پارسی را زنده سازم، بدان تاریخ را پاینده سازم. ابوالقاسم خدا یار تو باشد، خدا یار تو در کار تو باشد.